السلام علیکم. این حادثه در پاکستان رخ داده است. دکتر ایشان، یک جراح نامدار، برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی علمی و افتخار مهنتی چندین ساله خود در ساحه طب به فرودگاه می‌شتابد. پس از نیم ساعت پرواز اعلان شد که هواپیما بر اثر ضربه رعد و برق آسیب جدی دیده و مجبور شد که در فرودگاه همسایه فرود آید. دکتر ایشان به استیوردس ها نگریسته گفت: من طبیب بین المللی ام. هر یک دقیقه داشتن برابر به جان آدمان است. میخواهید که من در اینجا 16 ساعت استم منتظر طیاره هواپیما باشم؟ چون این خطاب کرد. یکی از کارمندان گفت: دکتر، اگر سراسیمه باشد ماشین را به اجاره گیرید تا راهتان از 3 ساعت زیاد نمی شود. دکتر ایشان راضی شد و ماشین را به اجاره گرفت. وقتی که آنها با ماشین می رفتند، هوا یک باره تغییر یافت و باران شدید بارید. در نتیجه دیدن راه دشوار گردید. در این صورت پس از 2 ساعت راه گشتن فهمیدند که راه را گم کردند و خسته شدند. دکتر ایشان در همان نزدیکی ها یک خانه خردی را دید و ماشین را در نزد در آن خانه نگاه داشت. وقتی که در را کوفت، از درون آواز پیرزنی را شنید که کسی باشی هم در آمدن گیر، در گشاده است. گفت. دکتر به درون در آمد و از مادر سالخورده خواهش کرد که از تلفن استفاده برد. پیرزن خندید و گفت: چگونه تلفن پسرم؟ به فکرم نمیدانی که تو به کجا آمده ای. در ما برق و تلفن نیست، اما مرحمت استراحت کنید و یک پیاله چای گرم بنوشید. ها در آنجا خوراک است. شما خسته شده اید، بخورید تا قوت گیرید. گفت او. دکتر ایشان با پیرزن تشکر گفته به خوردن شروع کرد. در این وقت پیرزن نماز می‌خواند و دعا می‌کرد. چشمان دکتر ناگهان به کودک خردسالی که در گهواره در پهلوی زن به حرکت خوابیده بود افتاد. پیرزن گاه گاه گهواره را جنبانیده می‌ایستاد. پس آن پیرزن در مدت دراز به نماز و دعا مشغول شد. چون نمازش را تمام کرد، طبیب به او سوال کرد: سوگند به الله، با سخاوت و اخلاق نیک خود مرا خجالت کردید. احتمال الله تعالی دعایتان را قبول کند. پسرم، تو مسافری. من تو را توصیه می‌دهم که از الله بترس. اما نسبت دعاهای من باشد الله همه آنها را اجابت کرده است. تنها یک دعایم مانده است. دکتر ایشان کنجکاوی کرده: کدام دعایتان مادر؟ گویان پرسید. پیرزن: این کودک شما می‌بینید نبیره من است. از پدر و مادرش یتیم مانده است. در بغم‌هایش بیماری دارد و همه طبیبان ما نمی‌توانند او را طبابت کنند. با من گفتند که یک جراح زوری هست که او را طبابت کرده می‌تواند و نامش دکتر ایشان است. اما آن جراح از اینجا دور زندگی می‌کند. من نمی‌توانم که نبیره‌ام را به آنجا برم. می‌ترسم که فرزند بیچاره‌ام به یگان کار مبتلا شود. برای همین از الله تعالی دعا کردم که کارم را آسان کند. این دم دکتر ایشان گریه کرد. سوگند به الله، دعای شما هواپیماها را باز داشت، رعد و برق‌ها را به شتاب انداخت و باران آورد. پس همه‌اش برای آن روی داد که من نزد شما بیایم. اگر بنده
با تمام هستیش به الله پیوست باشد و تنها از او یاری بخواهد، البته خداوند به آن بنده برای رسیدن به هدفهایش سببها را آسان می‌کند. تنها محتاج در الله باشید. محتاج در الله.